بابا چی کار داری میکنی؟ چیو داری اندازه میگیری؟ چیزی که نیست. دو تا خالجوش زدی اون وسط. من نمیدونم، من موقعی که گرمی میخورم بدنم جوش میزنه از اون گنده تره. اصلا شما نمیتونی اون اندازه بگیری چیزی که نداری، نیست. چجوری داری اندازه گیریش میکنی؟ من اینو موندم، اصلا اعصاب من برگرفته. شما بعد استانداردهای جهانی من شاشیدم تو اون استانداردهای جهانی. ما چیکار داریم میکنیم؟ ما رسونای ایرانی رو میخوای عبیم ببرین، این تهاجم فرهنگی. اصلا شما نمیتونی، این چیز قابل قیاس نیست. میدونی من به نوبه خودم بسیار ناراحتم به عنوان مرد ایرانی. شما نه نظر میتونی بدی. بعد اون دوستمون که گفتن شما اندازه بگیری، آخه من نمیدونم چی رو داری اندازه میگیری اصلا. بعد نمیدونم، من میخوام این سری چیزا رو نگم، قاطی نکنم، آروم باشم. استانداردهای جهانی اصلا گو میخورن. استانداردهای جهانی غلط کردن. استانداردهای جهانی ما پستون رو بذاریم، ممه رو رد کنیم، میمی رو پیچ بدیم، برسیم به جیجی. استانداردهای جهانی من نمیدونم، شاشیدم دون استانداردهای جهانی.